سلام بچه ها، یه دونه مخلوط کن اومدم من یه ذره نور سفر رو بیشتر کنم که بتونم عمق قضیه رو بهتر بهتون نشون بدم. ببین اینا همه که میبینید رو بدنه زنگه. خب جدای از این که بدنش شکسته، پلاستیکش مولینکس اصل قدیمیه ولی خب بدنش پوسیده. عزیزم برو سر جات، ما رو اذیت نکن، بس توضیح بدیم. بدن بسیار زنگ زده و با مشکل قفل شدگی، یعنی نمیچرخه، قفل شده. این اتفاق چه زمانی میفته؟ زمانی که شما چیزهایی که رطوبت دارن رو باهاش میزنی و دستگاه رو به این شکل، دقیقا دست به این شکل میذاری. شما با دستگاه رو برعکس بذاری که رطوبت حدالامکان بیاد به سمت پایین. یه 24 ساعتی تو این وضعیت باشه، بعد دوباره برگردیم به حالت عادی. باعث میشه این اتفاق، این زنگ زدگی برای دستگاه شما نیفته. ببینین چقدر وضعیت بدی داره، بدنه تمام زنگ زده.